پدر چشمای تماس کن نظر میکنم چشمای تماس کن پدر علی یک کاری کن در قار خدا شوی کاکسا چرا خدا در پیش علی انداختی؟ چرا؟ علی شور نمیخورم علی پدرم شور نمیخورم پدر چشمای تماس کن پدر لطفا پدر من نجات بده لطفا علی مادر تنها نمان پدر یک چیز بگو صدای من میشنوی پدر یک چیز خوب بگو پدر علی شور نمیخوره میگه پدر برده سیفته آرام باش لطفا آرام باش یعنی بردم پدر من اینجا استم پیشه درستم پدر صدای من میشنوی پدر آرام باش پدرت زنده است همراهیم یک جا بگو پدرت نمیمونه پدرت نمورده پدرم نمیمونه حالا با من کمک میکنی درست است با من کمک میکنی دسته بده پدر چشمای تماس کن اینجا ما کم فشار بده پدر چشمای تماس کن پدر لطفا نظر میکنم چشمای تماس کن پدر چشمای تماس کن علی حسین خدا علی بدقم خوی نیزی داره علی خدا هم یالگم بلانس بخواه یا آجه سایس ملاسه پدر چشمای تماس کن لطفا من اینجا هستم پدر چشمای تماس کن پدر من یاسو خدا چشمای تماس کن پدر من اینجا هستم پدر لطفا چشمای تماس کن پدر ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. Аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. Инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псариаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ба қувват кардани мардонагӣ доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои бца, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар тикток sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. пайдоед кардам. علی اوروغلو حالا چی کنم؟ بگو یادم از چه قسم بکشم؟
چی کنم؟ حالا چی کنم؟ حالا چی کنم؟ حالا از این کار چه قسم نجات پیدا کنم؟ نمیخوای اون تو نیست؟ نمیخوای. تو حال خود گفتی که هنوز زیاد وقت است پیلوت. عروسی یک رابطه بسیار جدی است پیلوت. میگی عجله نکنیم، باید منتظر باشیم، اما تو میگی دختر مردم در ایستگاه ملی بس هم قدر منتظر نمیمانند، ما چرا باید منتظر بانیم؟ های من دیگه چی کنم؟ از برای خدا برم بگو من چی کنم؟ از خاطر تو سالار اعلا کردم پیش آدمایی که 2 لیره ارزش نداشتن سرخم کردم، میفهمی؟ من دیگه چی کنم؟ در اون صورت بگو چی کنم؟ چی قسم رفتار کنم؟ برم کل چیزا بگو، چون که من رای ما گم کردم، رای ما پیدا کردن نمیتونم. دویگو من دیگه هیچ چیز را نمیشناسم به جز تو. تنها تو هستی که برام مهم هستی. پیلوت سعیس اشتباه درک نکو، پشیمان نیستم، کلش به دل خود کردیم. اگه دوباره بخوایی دوباره انجام میتونم، او فرق میکنه. اما من فهمیدم، به خدا که فهمیدم، هیرا فهمیدم که رای ما دیگه یک جای شده نمیتونه. بله پس درست است. حالا که نمیخوایی در صورت بیشتر از این وقت تو را نمیگیرم و نمیخوایم وقت زایی شود. بله. یعنی چی؟ یعنی من حال برم؟ بله. یعنی که تو هم حال میری؟ بله. با ای بله، با او بله، یک با ما بله نمیگی. مثلی که چالت ما درک کده نمیتونی، فقط خنده کده میری. بله. چی بله؟ دویگو بله از خدا چی بله؟ هر دقیقه بله گفتم میری، مرا دیوانه کدی بخی. با سوالت بله گفتم دیوانه، با تو بله گفتم. زیاد دوست دارم پیلوت. نیک از حالتم نمیفهمی. چطور یعنی حال تو؟ با اولین سوال که پرسان کردی بله گفتم، با پیشنهادت بله گفتم. شکرت خدایا. پدر چی میشه؟ طاقت کن چی میشه؟ پدر تحمل کن، پدر طاقت بیار چی میشه؟ به خاطر من تحمل کن، زار میکنم. خدا داد تو امبولانس با داخل رانمایی کن. سعیس مناسب نجات پیدا میکنه. خوب خود شد پدرم. نه علی نجات پیدا میکنه. نه پدرم نجات پیدا میکنه. علی اینجاست. ماما کوکسال در اینجاست، در داخل از سرش فایر کردن، کل جانش خون گرفته. زود باشه، در داخل است. بره از این طرف بیاین از این طرف. اینجاست ماما کوکسال، اونجاست دراز کشیده، ببینین اونجاست. خون زیاد زایی کرد. لطفاً ماره تنها نمون. حالا عجله کنه. از این طرف زود باش. فقط یک مرمی خورده اما زیاد خون زایی کرده. خوب شد که زخمش بسته کردین. بعد از این شب برام آوانید. آسیه است. درست است. تحمل بیا سیف زخمی را در تذکره اندازیم. تحمل
تحمل کن پدر لطفا تحمل کن سیفدا بارشون که کار خودت کنن بگیرین لطفا بگیرین حالا سیفدا بیا آهسته علی لطفا پدر من چیزی نشه سیفدا لطفا پدرت چیزی نمیشه علی پدر من نجات میدن نه پدر من نجات میدن پدر چی میشه کدام اشتباهی نکرده باشی؟ کوکسال چی میشه کدام چیزی نگفته باشی؟ آیی چرا گپ من نشنیدی؟ چرا یه قشله گرفتی؟ چرا این کل مشکلات در زندگی ما میه؟ چرا؟ پدر چشمایت باز کن لطفا حالا پدر چشمایت باز کن من یازو خدا چشمایت باز کن پدر کوکسال! چی شده؟ چی شده؟ شوهرم چی شده ها؟ خانم محترم لطفا به اجازه بدید زنده است شوهرم زنده است زنده خوب میمانه نه؟ خانم لطفا به اجازه بدین باید به شفاخانه ببریمش پدر مامم رتان میرم شوهرم تنها نمیمانم درست است شما بین بیاین مادر مام میرم سعید سیفدا به شفاخانه میریم خدا داد مکت سیفدا به شفاخانه میرم تو حالا به منطقه برو پیش خانه من باش از اونجا امن نیست اما تو بازم متوجه خانه باش درست است ببین نه با ازلم و نه کسی دیگه درباره اتفاقی که افتاد هیچ چیز نمیگی در پیش خانه باش و نمون که کسی نزدیک خانه شما درست سعیس ملا صاحب نمیمانم نزدیک شما سعیس بیا سیفدا بیا کاکالی دروغ گو است مادر ای گپ دیگه از کجا شد بچه قندم اما با وعدش وفا نکرد به پارک لونا نرفتیم کاکا علیت قهرمان است حالم رفته کس را نجات میده چی فرق میکنه ما و تو به پارک میریم؟ من میخوایم قد کاکالی برم آی علی بازم کدام گله به میدی خدا داد سلام ازلم خوار علی جان چطور استی؟ خوب هستم علی کجاست؟ او را دیدی؟ دیدم شفاخانه رفت گفتی شفاخانه؟ علی را کدام چیز شده؟ نه ملا صاحب شکر خوب است اما گفت به هیچ کسی چیزی نباید بگویم گفته نمیتونم خی همراهی کی رفت؟ همراه سیفدا خواهر کاکالی به شفاخانه رفته اما قرار بود مرا به پارک لونا ببره من تو را به پارک لونا میبرم اما تو خود قهرمان نیستی بریم بچیم بیا دیگه ما باید از خانه حفاظت کنم عجله کنین از پیش ما پس شوین که مریض عجله عجله کنین ماشین گرفت تا آماده کنین لطفا عجله کنین کوکسالم رسیدگی کنین چشمای تواز کن کوکسال چی میشه خانم محترم لطفا متوجه باشین داخل اجازه نیست لطفا آرام باشین در بیرون منتظر باشین ای کوکسال مادر جان مادر گفتن قلبش استاد شده سیفدا گفتن قلب پدرت استاد شده یعنی زنده میمانه نه کوکسال ما زنده میمانه او زنده میمانه مادر جان زنده میمانه باز خود دیدین ما از اینجا خنده کردم ابراهیم زنده میمانه اگه بمرم بدون او چی کنم تو سر شوهرم فایر کردی؟ چطور دانستی این کار کنی؟ مادر تو چطور شد کوکسال من مادر بزنی ها چطور؟ نه علی هیچ کاری نکرده مادر
مادر صبر آرام باشید. علی هیچ کاری نکرده مادر. از پیش رویم پش رو یعنی چی که داخل رفتن نمیتونم؟ بان که داخل برم. نمیشه. تو دیوانه هستی؟ به خاطر داخل شدن به خانه ما است تو باید اجازه بگیریم؟ مادر چی شده؟ مثل بوت بامیان در پیش رویم استاد شده نمیمانه که داخل برم دخترم. مادرت است؟ تو مادر ازلم خواهر استی خاله جان؟ مادرش هستم، یعنی به تو مربوط نمیشه، بچه مربوط نمیشه. پس جو از پیش رویم. مادر جان شما علی جان گرفته خانه بریم. توبه خدا داد بگو چی شده؟ ازلم خواهر ملا صاحب به ما گفت در پیش روی خانه استاد شو، گفت کسی را که نمیشناسی داخل نمان. من نمیفهمیدم که مادرت است. ایره نمیپرسم، میگم چرا علی امرای سیفدا شفاخانه رفت؟ مادر صبر آرام باشید. علی کاری نکرده. تو قاتل هستی. قاتل خدا مادر قاتل. صبر کنید. علی هیچ کاری نکرده. من اونجا بودم. علی کاری نکرده. قسم میخورم علی نکرده. تو از یادم دفاع میکنی؟ ها؟ نگه یادم تو را جادو کرده دخترم. سر چی کده؟ پدرت داخل با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. تو به خاطری در مقابل خانواده تستاد شدی. هیچ کاری نبود که در حق پدرت نکنی. این چی رقم عشق از دخترم؟ لعنت به این قسم عشق لعنت. مادر لطفا علی هیچ کاری نکرده. بابا شما راست میگم. هنوزم از یادم دفاع میکنی ها؟ افسوس به حالت سیفدا. افسوس به حالتان. ببینین خانم خیریه، ما هیچ کار نکردیم. نکرده. سر پدرم علی پایین نکرده. مادر پلیس بخواین. این آدم قاتل است. دستگیر کنین. این آدم قاتل است. شوهر من میکشته. پلیس بخواین. این آدم دستگیر کنین. این قاتل شوهرم است. این سر شوهرم فایر کرده. شوهرم در داخل باب مرگ دست و پنجه نرم میکنه. این قسم نمانین. مادر آرام باشید. علی بیگناست. نه علی هیچ کدام کاری نکرده. قسم میخورم. من اونجا بودم. علی هیچ کاری نکرده. من شاهد هستم پدرم علی با مرمی نزده. علی ما وضعیت براتون توضیح. نه من اونجا بودم. علی بیگناست. قسم میخورم. هزاراتش میگیره. سر پدرم علی فایر نکرده. قسم میخورم من اونجا بودم. سیفدا یک دقیقه آرام باش. درست است هیچ کار نمیشه. فقط وضعیت براشون توضیح میدم. حالا بریم. این کار همین است. شوهرم کش. کوکسالم کش. شوهرم را از بین بود. مادر طرف ما ببین. مادر من اونجا بودم. سر پدرم علی فایر نکرده. من اونجا بودم. علی پدرم با مرمی نزده. یعنی چی که گفته نمیتونم بگو دیگه؟ ملا صاحب برم گفت که به هیچ کسی چیز نگویم، با زیاد قار میشه. گفته نمیتونم. اوف امی یک گپ تکرار کرده نرو بس هست دیگه. تو هم همیشه امی گپ تکرار میکنی. آی خدا داد. ملا صاحب گفت به کسی چیز نگو خدا داد. ملا صاحب قار میشه. نگو. میشه برام بگویی که مولا علی کجا رفته؟ انشالله باز خودت کدام بلا انداخته باشه. نمیفهمم، اما به شفاخانه رفته. کتی او دختر یک جای، کتی سیفدا. وقتی که آمد باز خود فهمیدیم. بچه مقبولم؟ یکی که فایر کرد من ندیدم، اما هر کسی که فایر کرده هدفش من بودم. آقا کوکسال دو وضعیت خدا پیش روی من انداخت. خدا به من سپر ساخت. گفتی سپر ساخت؟ خانمش خو میگه که شما او را از بین بردین. او خود اونجا نبود. دخترشان خانم سیفدا و یک دوستم در اونجا بودن. اونا میتونن که شایدی بدن. خیکی قصد داشت که شما را از بین ببره. اون وقت ما در وظیفه بودم مقدر دشمندار شده بودم که یعنی واضح تر بگویم که لیست دشمنایم بسیار زیاد. صحیح است ملا صاحب، ما وضعیت با عامر صاحب میرسانیم. اونا با شما در ارتباط میباشن.
سیس شما زنده باشین. خداحافظ. زنده باشه. ای که در پیش اهلیکو چی کار داشتم از کلش مهمتر اگه میخوایی بفهمی که بچه تا کی کشته هرچی عاجل پیش ما بیا. کوکسا سر شوهرم تو فایر کردی. نه علی هیچ کاری نکردم مادر. به خاطر اون مقابل خانواده تستاد شدی. این چی رقم عشق قسم. لعنت به این قسم یک عشق. لعنت به این قسم یک عشق سفته. گفتی پدرت خدا در پیش روی علی انداخت سفته. بله. چرا تو یک کار کرد ها؟ چرا؟ دلیلش هم میفهمم. عذاب وجدان. پیش از اینکه از هوش بره آخرین گپش چی بود که مرا ببخش علی. پدر سفده میبین میفهمم قلبت زیاد درد داره اما سوالای بی جوابه که در ذهنم از مغز من خورده میره سفده با ما بگو لطفاً پدرت درباره سلیمان میخواست با ما چی بگویه؟ چرا مرا به اونجا خواسته بود؟ او درباره مرگ سلیمان کدام چیزی را میفهمه؟ پدرت چرا به ما گفت که مرا ببخش؟ چی گپ است سفده؟ لطفاً به من بگو لطفاً باز میکن
میخوایم که بشنوم سفدا، چرا پدرت خدا در پیش روی من انداخت؟ چرا جان خدا به خاطر من فدا کرد؟ علی، پدر من دکتر صاحب شوهرم چطور است؟ خوب است نه؟ زنده است نه؟ شوهرم حالا چطور است؟ عملیات چطور تیر شد؟ متاسفانه مریض از دست دادم. زندگی سرتان باشه. چی؟ امکان نداره. دروغ است، امکان نداره. نمردنی؟ دروغ میگین. امکان نداره. شوهر امکان نداره. چی سفدا؟ چرا گپ نمیزنی؟ پدرت چرا مرا اونجا خواست؟ میخواست با من چی بگویه؟ حالا گپ بزن، برام بگو. پدرم بله. روزی که سلیمان کشته شد دم اونجا بود علی. یعنی چی که پدرت ده اونجا بود؟ پدرم تهدید کرده بودن، برش گفته بودن که خانواده از بین میبریم. مجبور شده بود. نمیفهمید که بچه ده و موتر بالا میشه. اگه میفهمید پدرم زیاد گریان میکرد، زیاد درد میکشید. علی بازی است که تو را به خاطر به اونجا خواسته بود، به خاطری که از او عذاب وجدان خلاص شود. به خاطر گفتن چی سفدا؟ پدرت چی کرده؟ در موترت او به ما پدرم جاسوسی کرده بود. پدر من قاتل بچه تو از علی. ای تو چی میگه سفدا؟ سلیمان پدر من کشته بود. سلیمان پدر من کشته بود. ببینه شما را همراهی کی معرفی میکنم. نه ای راست بوده نمیتونه. تو زیاد جگر خونستی از او خاطر. کاش که راست نمی بود. کاش که راست نمی بود علی. اما پدر من قاتل بچه تو هست. علی
علی علی علی علی نه 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 مادر کوکسال مادر چی شده؟ مادر چی شدی؟ مادر چی شده مادر؟ میگن پدرت مرد میگن پدرت مرد میگن پدرت مرد میگن پدرت مرد پدر سلام علیکم دوستانی عزیز و مهاجران دور از وطن. برادر عزیز خیلی گفتیم برای شما در اینستاگرام یک اینترنت مگزین نو با نام فست شاپ روک شدیم که در اون سایت شما میتوانید بهترین سر و لباس‌های ترکی را هم زنانه هم مردانه را با صفت عالی دسترس نمایید. برای زکات کردن سر و لباس و پایافزارها شما میتونید با سیلگی که در کامنتری هست در اون یا که در اینستاگرام در پایین نویسید فست شاپ مینوس پایان رو در اومده تمام لباس‌ها لباس‌های خودتان رو انتخاب کنید. در صفحه با تمام شهرهای روسیه به پول از خونه زکات کرده شما میتونید صاحب لباس‌های خودتان شوید. باید از اینجا بریم ما تنها بانه بریم دیگه از اینجا سیفدا چی شده؟ پدرت کدوم چیزی گفته؟ بیبی چرا تو فرار میکنی سیفدا؟ اما فرار کردن راه حل نیست، فقط تنهایی را بیشتر میسازه. به نظرم سیفدا هنوزم تو را زیاد دوست داره. چیزی است که پت میکنه و گفته نمیتونه، اما ما شنیدیم بیادر میگفت علی مرا ببخش. سیفدا طرف چشمایی ما بیبی و برام بگو که مرا دوست نداری. چرا خدایا مادر خانم لطفا آرام باشین. سلیمان پدر من کشته بود. سلیمان پدر من کشته بود. سلیمان پدر من کشته بود. پدر من تهدید کرده بودن، برش گفته بودن که خانواده از بین میبرن. مجبور شده بود، نمیفهمید که بچه دو موتر بالا میشه. اگه میفهمید پدر زیاد گریان میکرد، زیاد درد میکشید. علی بازی است که تو را به مخاطر به اونجا خواسته بود، به خاطری که از او عذاب وجدان خلاص شد. سلیمان پدر من کشته بود. سلیمان پدر من کشته بود. سلیمان پدر جان بچه
تو را نجات داده نتونستم. مرا ببخش، مرا ببخش. بار اول که تو را دیدم گفتم که در وجود من هر کمی که باشه در او چشما هست. در جستجوی هر چیزی که هستم دقیقاً در مقابلم هست. اول دلبسته چشمای مقبولت شدم. فقط دلبسته چشمای؟ نه جانم، او تو یک چیز امکان داره. مردم میگن که چشمای نی قلب است. نی بعد چشمای تو قلبت دیدم. اینه پس به دنیای حقیقی برگشتی و این لحظه زیبا خلاص شد. تو باید بری. اگر تو بخوایی من هیچ جایی نمیرم، همیشه در کنارت میباشم. این چشمای مقبول تو آسمان ما باشه. به پدرت اینا چی وقت میگی؟ نمیفهمم. امی که یک وقت مناسب پیدا کنم برشان باز میگم. پیش از رفتن یک خداحافظی خو کنیم نه؟ خداحافظی کنیم؟ یعنی به طور واقعی با اصولش. میشه. دویگو پیلوت. پدر چی شده؟ چی گپ است؟ پدر 17 کوکسال مرده. چی؟ گفتین مرده؟ کوکسال مرا ایلا کده کجا رفتی ها؟ تو مرا ایلا کده کجا رفتی؟ بابم ملا صاحب قسمه که گفته بودین اینجا منتظر بودم، به هیچ کس هم چیزی نگفتم. کار خوبی کردی، خدا داد، زنده باشی.
عمر ده انتظار او آدم گذشت دخترم. با او چی ربطه داره مادر؟ عین چیز است. ما حالت تو ترم میفهمم دخترم. مادر خواهش میکنم بازم شروع نکن، هیچ وقتش نیست. علی جان بچه بس تو خفه هستم کاکالی. زیاد منتظرت بود. علی تو کجا بودی؟ خداوندا ای چطور امکان داره من خود نفهمیدم. علی جان تو چرا از من خارستی؟ به خاطری که با پارک لونا می رفتیم تو نامدیم هم خانه آمدیم. معذرت میخوایم. معذرت میخوایم بچیم، معذرت میخوایم. خدا کن عذاب وجدان نداشته باشه انشالله. اگه پدرم ده تمام عمرش آرام نبوده آل با وجدان راحت چشمایش بست. اما باور کنی علی قسم با خاموشی خونه میشنی؟ یک و یک دم برات زنگ میایه و تو میری، بعدش هم شفاخانه میری و به خدا دادم گفتی که هر کس چیز پرسان کرد نگویی. علی میشه که بگویی که چی میکنی؟ عزلم چیز پرسان نکن. بیبی هیچ وقتش نیست که دایی باره با هم گپ بزنیم. نه خیر علی وقتش از همیاله. در ضمن موضوع زندگی بچه ماست. بعد از 2 روز پیوند استخوان میتی. در کالایت لکه خون است چی بود او قسم به عجله کجا رفتی باید به ما بگویی. بسیار خوب. رفتم تا بفهمم که قاتل اصلی بچه ما کی است. عزلم این حال فهمیدی دلت جمع شد؟ گفتی قاتل اصلیش؟ یک نفر زنگ زد برام گفت که میفهمه قاتل اصلی سلیمان کی است. به او خاطر رفتم. قاتل اصلیش کی است؟ کی برات میگفت؟ کی درباره قاتل اصلیش فهمیده؟
بگو نه علی، قاتل بچه ما کی بوده؟ کی است؟ بگو دیگه. پرسان نکو ازلم، درست است، پرسان نکو. ده هر کارت او دختر همراهیت است، اما ما که درباره حقیقت بچه ما پرسان میکنم باز میگی پرسان نکن. کدام دختر؟ تو درباره کی گپ میزنی؟ سیفدا. خدا داد گفت که امرای او یک جایی بودی. او دختر چی را میفهمه علی؟ او دختر با بچه ما چی ربط داره؟ یا که درباره قاتل اصلیش او برات میگفت؟ نه ازلم. آی خی کی بگو دیگه علی. هیچ ضرور نیست که تو در این باره چیز را بفهمی. به خاطر چی؟ فکر میکنی درد از دست دادن اولاد ما هیچ نکشیدیم؟ ها؟ ای که قلب ما چقدر درد میکشه ای را میفهمی؟ او بچه ای که حتی در خوام پشتش دق میشدم او را گرفته در قبر موندم. بعدش که فهمیدم حامل هستم امید به زندگی پیدا کردم. درد سلیمان حتی یک روزم فراموش نکردم. قدر درد کشیدم که بالاخره قلبم درد را که میکشید به اولادم سرایت کرد. به او خاطر باید برم بگویی ای که اولادم کی از ما گرفته ای گپم ما باید بفهمم. علی برم جواب بده، قاتل سلیمان کی است؟ نه ازلم، حالا برای چیز گفتن نمیتونم. او خدا ما خود دیوانه میشم، ما خود هیچ نمیفهمم چی کنم. ازلم لطفاً دیگه چیز پرسان نکن، درست است؟ لطفاً ما پرسان نکنم، همه ترس ها پرسان نکنم. علی بره بازم کارهای سبقه کنه اما ازلم حق نداره چیز را بپرسه. بیبی اگه کدام چیز را میفهمی و به من نمیگی ای بار فقط مرا نه، بعد از این بچه تام دیده نمیتونی. ازلم تو متوجه هستی که چی میگی؟ تو حساب کاره را که سالا بچه ما برم نشان ندادی هنوز برم ندادی و بعد از این کاره کده نمیتونی. میتونم، بچه تا بار دیگه دیده نمیتونی، چون من هیچ نیت ندارم که به خاطر کارای تو بچه دومم از دست بدم. بچه مادر کلان چرا کاکالی بریم بچیم گفت؟ من خب بچه او نمیشم. نه اما تو از دانش برآمد بچه قندم. علی جان حالا بچیم لوازم تجمع کن میریم. کجا میریم؟ به خانه خودمو. نه من نمیرم مادر. یعنی چی که نمیری علی جان؟ اونجا خانه خودموست. با من چی گفتم که نمیرم دیگه، ای که به اون خانه آدمای بد میاین. تا خانه کاکا علی باشم لطفا مادر جان، دیگه ای که کاکا علی ما رو نجات میده. اما تو نیست کاکا ما رو خو نجات میده نه؟ بله. امروز با کلانترین ترس زندگی مقابل شدم اویگار. بسیار زیاد وقت بود که کلش با خود حمل میکردم. تابانی ترس بسیار زیاد سخت بود. فکر میکردم هیچ وقتی روز سرم نمیآید، اما آمد. اول به خاطر تو آدمی را که دوست داشتم از دست دادم.
بدنم پدرم از دست دادم. هنده پیشورید زنی که در زندگی دیگه هیچ چیز برای از دست دادن نداره استاده است. ای چی منامت میفهمی؟ ایمانا را میته که کل چیز خلاص شد. دیگه هیچ چیز نمانده که مرا به زور و تهدید پیشت نگاه کنی. یه روز یه دروغی هم روی کاغذ خلاص شد. سفدا پدرم به خاطری که مرا از تو نجات بده خودش پیدا کرد. به تو نشان میتم که مرگ پدرم هیچ وقت قدر نخواد رفت. پدرم مرا از دست تو نجات داد. پدرم بیچاره. هوش کنی به من دست نزنی. بعد از یک روزم نمانده که تو به خاطرش مرا در اینجا نگاه کنی. پس که دسته آدم کثیف. میخوای کجا بری؟ ای دیگه به تو مربوط نمیشه. غلط درک کردی. در روز سخت مادر و بیادرت تنها نمان سفدا. دم اینجا باش. من از اینجا میرم. با تو وعده میتم دیگه چهره من نخواد دیدی. پدر جونه. تو را با او علی احمق اعلان میکنم سفدا. تو را حتما از او پس میگیرم. ای وعده است. تو تا حال مرا درست نشناختی. بازی حال نو شروع میشه. بخیر. پیلوت چی شده؟ وقتی گفتی به عجله بیا باز وار خطا شدم. پیلوت بگو چی شده؟ کدام گپ شده؟ بگو. میبینی که به تشویش میشم. مردم میگن وقت عاشق شوی مثل طفلا میشی. باور نمیکردم، اما حال وقت صدایت میشنوم تپش قلبم زیاد میشه. شکر که تو هستی چشمابی من. شکر که تو را به زندگیم دارم. شکر که مرا در زندگیت قبول کردی. پیش از تو خو من هیچ زندگی نداشتم. شکر که تو هم هستی. اما نمیخوایی بگویی چی شده؟ در این نصف شب قسم گپ میزنی فقط بگویی که آخرین دیدن ما باشه. مرا میترسانی. چی شده؟ به خاطر که به تو بگویم شکر که هستی حتما باید کدام چیزی شوه خانم آینده من. نه یعنی در این وقت شو گفتی عجلک و باز به تشویش شدم و دیگه ای قسم آینده گفت اعصاب مرا خراب نکن. بیازو ای که به پدرم چی بگویم ایران موندیم. ای که چی کارا میکنیم حتی باور کرده نمیتونم. بیخی یک آدم دیگه شدیم. والا حتی مام تعجب میکنم ای قسم هر دفعه مرا میخوایی. نیکه در دواخانه نوکریوال نیستم. بان دیگه این قسم یک چیز امکان داره. به خاطر که بعد از این منظر یک سقف زندگی میکنیم میتونم تو رو زیادتر در آغوش بگیرم. اما ما برات گفتم که هنوز نتونستیم به پدرم بگویم. تو هر وقتی که هر قسمی که مناسب میبینی بازم اون وقتم روی پدرت گپ بزن. ما هم گل و چاکلیت گرفته میایم و دست پدرت هم میبوسم.
آله من میرم دیگه. ای قزود با پدرمشان با نکردم که چراغای دواخانه رو خاموش نکردیم. زود که برآمدم. اگر بفهمن باز برشان چی بگویم؟ ها پس خوب است دیگه. ایرام برشان نشان بده بگو وقتی آمدم گرفتم. خداحافظ. دویگو بله. چیزی نیست، فقط خواستم در یه وقت شب آخر نگاه چشم آبی مقبولت ببینم. میرم. چشم آبی من. استاد علی، بچه می آدم خود صدای تن نشنید. استاد خیریت باشه. چرا قسم در چرت روان هستی؟ در پالویت هم صدا کردم ایر صدای من نشنیدی. چی گپ پس چی شده؟ استاد تو خوب هستی؟ نیستم پیلوت، هیچ خوب نیستم. ببین استاد، من به اندازه تو آدم دیندار نیستم، در حد مام نیستم، اما میگن که دیوار نم و قهرمان غم از بین میبره. به او خاطر اگه میخوایی درد بگویی ای گوشا به امرت آماده است. مجبور بودم. به مام هیچ چیز را نگفتی. اگه من به جای تو باشم باز رفته کل چیز به علی میگم. ترسیدم. گفت که اگه برش بگویم باز علی قاتل پدرم میشه. ترسیدم. به خاطر که پدرم و علی را از دست ندم دیگه چی کدم میتونستم. حق به جان بستی جانم. میبینی نه؟ حالا هر دوشون هست استادم. وای استاد، یعنی که قسم است. یک طرف سفدا، طرف دگام انتقام بچیت. تو در چه قسم یک گودال عمیق و تاریک افتیدی استاد؟ و با سفدا رو ببی، با وجودی همه چیز برای تو چیزی نگفته. خب حال چی خواد شد؟ ببین مستقیم از وسط کتاب شروع میکنم. سفدا را بخشیده میتونی؟ کاش که قبل از یک امروی ویگار به غیرت عروسی کنم روی تو گپ میزد. میفهمم علی هیچ وقت مرا نمیبخشه، چون بودنم یک طرف، دختر قاتل بچه او دیگه طرف دکته. ولو هر کاری هم بکنم هیچ وقت حقیقت تغییر نمیکنه. هیچ وقت نی. خوب است، اما بدیل گناه پدرت تو چرا بپردازی؟ سیف داده ای گناه تو چی است؟ نه که به خاطر دوست داشتن علی. بیبی عقل مده ای چیزا کار نمیته استاد. ای چیزا رو تو بیشتر میفهمی. اما علی را میگم که اگه به جای تو میبودم، اگه پدر دویگو قاتل پدر من میبود و دویگو با وجود فهمیدن کل چیز از من پت میکرد، باز من چی میکردم؟ اگه مثل سابق میبودم باز میگفتم که در پیشانی پدرش به مرمی زده از بین میبردمش.
دویگورام از کتاب زندگیم پاک میکردم برای همیش. اما حال وقت عشق دویگو کاملا در اینجاست. بیبی دویگو را خوبان حتی پدرشون میبخشیدم. اگه در اینجا شیشته تو با من درد در قسم میکردی باز من به احتمال زیاد همیره برات میگفتم. اما تا وقتی که این چیز بالای خود انسان نبیایه باز نمیفهمه که چی کنه. راست میگه. سر کسی که این همه چیز آمده تو هستی. اما انسان صاحب قلب است. کسی که از گناه همیشه دور می باشه او هم تو هستی. یعنی که رابطه از بین بردن، روی گشتاندن کار ما آره آدم هست. خداوند چیزا رو به خاطری که تو مثل ماشوی سرت میاره استاد علی. بیبی من از یاد گرفتن درس زندگی دور ماندیم استاد. یک قدرشم دیگه نمیفهمم. اما حال چی خواد شد استاد؟ چه قسم امتحان پشت سر خود گذاشتاندی؟ نمیفهمم. واقعا نمیفهمم. خداوند برات آسان بسازه. پروردگارا تو بخشنده و مهربان هستی. به رحمت تو پناه میبرم. مرا ببخش. کسی که از من بخشش خواست بر علاوه آدمی که جان مرا نجات داد قلب من از کینه که نسبت به او دارم پاک بساز. به قلب مرحمت نصیب کن. یا عشق دختر شخصی را که بچه من کشت از قلبم بگی یا خوب من یک راهی درست نشان بدی. ما بنده ناتوانستم خداوند. دست مرا بگی. ما بیچاره هستم خداوندا. تو اجازه نده که قارم مرا مغلوب بسازه. اجازه نده که مغلوب نفسم شوم. اجازه نده که شکست درد خورده از راه راست منصرف شوم. راه ما دراز است. راه پرخم و پیچ است. حیران هستم که به کدام طرف برم. یک طرف راه عشق، طرف دیگهش نفرت است.
ما توان بده. مرا از جمله کسایی که تو به خود شکستاندن نگردان. به خاطر توقف دادن خشم قلبم به ما صبر بده. به خاطری که بتونم گذشته را تعقیب بانم به ما یک امید بده. الله اکبر. پلیسا دا اینجا چی کار دارن؟ علی اورغلو ما هستم. در قتل کوکسال علمیز مشکوک هستین، باید همراه ما بیاین. چی؟ بفرمایین. یعنی چی؟ استاد علی آقا کوکساله کشته؟ نه مادر، استاد علی قسم کار نمیکنه. علی را چرا میبرن؟ علی خود کدام گناهی نکرده. سفدا قسمی که میبینیم معلوم میشه که کاری علیست. نام او علی هوروغلوست. خوب فهمیدی که باید چی کنی نه؟ فهمیدم. خوب است. ای هنوز پیشکی است. اگر در ای کار موفق شدی از این کده زیادترش میگیری. اگر موفق نشدی باز هیچ کسی نمیفهمه که چی میشه. درست است. شما تشویش نکنید.
شما به جنایت محکوم شدین آقا علی. شاید اینی گفت ما دیدم که یک نفر گپ میزدین. بعد از اون نفر سر کوکسال فایر کرده و آدم در حالی دیده که از محلات سفر فرار میکنه. علی هیچ کدام گناهی نداره پیلوت. پدرم خودت در پیشونیش انداخت، خودش سپرش ساخت. درست است. تو حال یک دقیقه آرام باش. ببین حالا خود فهمیدم که چی شده. خب پیلوت بیادر چطور هستی؟ این طرفا چی میکنی؟ خیریت باشه. تو ده اینجا چی کار میکنی؟ چی گپ پس که دوزه آمدی؟ نه دیگه موضوع شخصی من نیست. آمده بودم که شایدی به تو. من میرم یک بار علی رو ببینم. من رفتم بیادر. خداحافظ. تا وقتی که سارنوال بررسی میکنه مجبور هستیم با یک مدت شما را در اینجا نگاه کنیم. آقا علی قانون خود شما میفهمید. بیا. علی نظر بگی هزارتتان خلاص شد. شما را در نظارت خانه میبریم. نظارت خانه؟ نه سر پدرم علی فایر نکردم. من شاهد هستم. من دیدم اونجا بودم. علی سر پدرم فایر ببینید خانم سفدا هزارات شما هم خواست، اما یک شاهد اینی دیگه است که در رابطه با مرگ پدرتان بسیار یک ادعای قوی داره خانم. یک شاهد عینی جدید؟ آقا علی را ببرین. علی خب از او بچه‌ای که خوشت میآید چی شد؟ کی؟ درباره کدامش گپ میزنی؟ او دختر چند تاست؟ ما حتی یک دانه رم ندارم. یک دانه را خوب من پیدا کنی؟ یک بچه قوی و خوش هیکل باشه. دانه کلگی برش هم تو واسبانه. آی چت یاد نگو نجلا. از اینکه نفهمیدم درباره کی گپ میزنی و قسم گفتم. تو چی میگی جانم؟ آی یک نام بسیار عجیب داشت. یعنی به خاطر او آدم زوف میکردی. آی در اونجا یک نفر است فکر میکنم طرفی تو سل میکنه. به تو رو خوش کنم کاملا یک بچه قوی و خوش اندام است. او را مشناسی؟ نه از کجا بشناسم جانم؟ قسم گپ زدی فقط که او را مشناسی. نه تو چند دقیقه پیش گفتی که با ما یگان تا را پیدا کنم از خاطر رو گفتم. اما بیبی سهل داره. بسیار دقیق سهل داره. به هر صورت سعیست من خسته شدم حالا که بری. ایزگی چطور هستی؟ به خاطر که دوستت امروز بود نخواستم پیشت بیایم، اما وقتی که میرفتی پیشت آمدم. ایزگی تو خود گفتی نمیشناسمش. چطور نمیشناسیم؟ ایزگی دوست دخترم است. آی دوست دختری چه خدا داد؟ ای تو یک چیزی نیست. این دوست به سرت هست. نه نیست خدا داد. من دوست دختری تو نیستم. من از کجا دوست دختری تو شوم ها؟ کجا دوست دختر؟ تو کجا دوست دختر من میشی ایزگی؟ نیستم دیگه خدا داد. اما یکی دیگه خدا بغل کردیم. مولا صاحب گفته بود کسی که کسی را دوست داره بازو را در بغل خود میگیره. ما یکی دیگه را دوست داریم. دوست نداریم. ما یکی دیگه خدا دوست نداریم. کاملا یک بچه خوش اندامه پیدا کردی ایزگی. چطور؟ اندامم خوبش نیست؟ من معشوقی نیستم. آیا شما چرا گپا نمیفهمین؟ کاملا یک بچه خوش اندامه پیدا کردی ایزگی. نجلا تو واقعا مرا لایق لوده میبینی؟
من لوده هستم. خدا داد لوده است. خدا داد لایق ایزگی نیست. خدا داد لوده است. چی شده؟ گپ بسیار بد گفتم نی؟ آی ده قصهش نشو. او هم زیاد آزارت داد. آی نه نجلا، خدا داد تو یک کار نمیکنه. او هیچ مرا آزار نداده. خدا داد مرا از دل پاک دوست داره. آی سیس او عزیز، هرچی که امروز برد بگویم نه تو قار میشی. به هر صورت حالا تو برو، من قلبش به دست میرم. اگر نه دل ما را نمیگیره. جدیستی؟ آی سیس، پس بعدن گپ میزنیم. حالا دیگه برو. معذرت میخوایم، خدا داد. من لوده هستم. خدا داد لوده است. تو مرا دوست نداری. تو یک چیزی نیست. تو لوده نیستی. من لوده هستم. بی عقل هستم. تو بدونی که بترسی هر چیزی که در دلت باشه برام میگی. تو یک آدم جسور هستی. خدا داد. تو بسیار با جرأت هستی. من معذرت میخوام از اینکه امروز زشت را بکردم. ببخشی، اما وقتی در پیش دوستم گفته که دوست دختر من است. از ما تو نمیشه. ما معذرت میخوایم ایزگی. از اینکه در پیش روی دوستت گفتم دوست دخترم هستی معذرت میخوایم. دفعه دیگه پوت میکنم. اما ما عاشقا نیستیم. خدا داد. فهمیدم. ما خو لوده نیستم. ما دوست هستیم. اما همی دوستی است که تو را زیاد دوست دارم. سیز، حالا فهمیدم. ما دوست هستیم. با ما گفت جسور هستی. با ما جسور گفت. ما جسور هستم. ما جسور هستم. جسور هستم. گفت جسور هستی. ما جسور هستم. ما جسور هستم. ما جسور هستم. ما جسور هستم. جسور هستم. بابا گفت جسور هستی. کسی که میخواست علی را بکشه همون نفری است که سر علی تهمت کرده. تو تشویش نکن. من حلش میکنم. چی قسم حلش میکنی؟ تو به ما بانش. هر کسی در پشت قضیه دست داشته او را پیدا میکنم. برای تو آدم میتونم. استاد علی را بیگناه ثابت میکنم. کاملا دلت جمع باشه. هیچ تشویش نکن. فهمیدی؟ تو دوزه چی کار داری؟ موضوع شخصی من نیست. آمدیم که شایدی بتام. من یک بار میرم علی را ببینم. من رفتم بیادر. خداحافظ. چطور علی کده؟ پدرم خود در پیشویش انداخته بود. سر دیگه کس کده. خودش نکده. مام ایره از پلیس فهمیدم. او آدم استاد قسم کار است. خود بیگناه و معصوم نشان داده. بالاخره دام مانده و سرت پدرت فیر کرده. چطور دلش به کوک سالم نسوخت؟ چطور روز خوش نبینه انشالله. های سعی سما چرا؟ علی کده بابیم چی کار داشته میتونه؟ چرا بابای مرا بکشه؟ میشه که تون برام بگوین؟ به خاطر خواهرت است. البته علی پشت سیفداره گرفته بود. پدرتون به خاطر گپ زدن رفته بود که بگوی پشت دختر ما ایلاکو. علی بیازو از اول تا حال فکر میکرد که پدرت بازور همراه ما عروسی سیفداره کده سینان. چند دفعه پدرت تهدیدم کرده بود. با همین چشمای گناهکارم دیدم. خودم دیدم. پدرتون بسیار با نیت پاک به گپ زدن رفته بود. اما او آدم بسیار با هوشیاری پلان سنجیده بود.
مولا را میکشم، مولا را میکشم، مولا را میکشم، مولا از بین میبرم. جان مادر صبر کن. ببین او پدرت از دست دادیم. اگه تو هم چیزی شوه من چی کنم؟ چطور صبر کنم مادر، چطور صبر کنم؟ مولا را از بین میبرم. او مولا تو از بین رفتی. سینان صبر کن. علی را بردن، خودت میفهمی. دستگیرش کردن، بیازه اگه بریم کدام فایده نداره. مولا سینان. خانم خیریه بانن که بره، نیاز داره چند دقیقه تنها باشه. بسیار برش سخت است. در سن جوانی پدرش از دست داده. آقا ویگار بسیار زیاد تشکر از اینکه حقیقتا نگفتین. پیش از اینکه درد مردن پدرش تحمل کنه باز از قاتل بودنش خبر میشد. بسیار زیاد تشکر. دلتا از زندگی باد میکنم علی. پاست بیشرف کل دستای را میشکنانم که تو را کمک میکنن احمق. اوف نوک پنسلم شکست. مادرم قندم؟ مادر تو بچه کاکا علی را میشناختی؟ دیگه هیچ وقت در الماری کاکا علی دست نزنی، درست است؟ من خب فقط قلم تراش میپالیدم. مادر کاکا علی با می دختر عروسی کده چی تو؟ علی چیت میشه؟ من فقط دوست علی هستم. سیفدا جانم خوب هستی؟ کسی پشت علی تهمت کرده. میفهمم پدرم علی نکشته. با علی بازی میکنن توکچه. پدرم علی نکشته. سیس بیا در خانه گپ بزنیم. تو فهمیدی که درباره کدام به عقل گپ میزنم؟ فهمیدم. هر کس برش استخوان بندازه سگدان خانش میشه. او را کامل سگ میگن بیادر، اما تو یک ترسوز. به از وقت نام استاد علی را شنید ترس و آواری فرار کرد. از اینجا دار بخو اکرم. همینجا استاد کن. همینجاست. حالا دیگه اکرم
دور موتر باش، هرگاه پیش شد خبر بده. صحیح. حالا برم. بله آقا کرد، ما به تو یک خبر خوش نگفتم نه؟ خبر خوش؟ اوه بیادر، تو دقم عشقاش و قسطی خبر خوشی چی ها؟ بگو بیادر. بدگو پیشنهاد عروسی دادم، او هم قبول کرد. من عروسی میکنم بچه. چرا توی تو لبروی کشال گرفتی؟ به خاطر که پیش از تو عروسی میکنم اما تو رست؟ یک چی بیادر؟ عروسی چی پیلوت؟ فقط ما بسیار میخوایم که عروسی کنم. پس چرا یک قسم رویه میکنی؟ لبروی کشال گرفتی خلاص؟ فقط سر کدام جنازه آمده باشی؟ چی کنم پیلوت؟ دول بزنم؟ فقط کدام کار بسیار خوب میکنی که خوش شوم. البته بچه، کسی که دوستش دارم عروسی میکنم. بفرمایین. ما کامل کار داره. کامل ده خانه نیست. در کجا پیداش میتونیم؟ تو یک دقیقه پس شو خاله جان، پس شو. فرار نکن! فرار نکن بی غیرت! ای تو رو میگم تا کجا را فرار میکنی؟ طرف ما بیبی پیلوت، آی به نظر تو می بازی عشق زیاد طولانی نشد بیادر؟ آی عشق مشق خوصایی است، اما عروسی کردن دیگه چیز بیادر، نه که تو دیوانه شدی. گفتی بازی عشق؟ بچم تو کاکا میشی. کاکا میاین دستایت هم میبوسن، بعد خونه است. حالا میگه دستایت هم میبوسن. بیادر ما هیچ کارو نکردیم. تو چوب باش. بچم وقتی هیچ کاری نکردی باز چرا فرار میکنی ها؟ بیادر قسم میخورم ما کارو نکردیم. کی تو را خریده؟ به خاطر تهمت کردن سر استاد علی کی تو را خریده و پول داده؟ گپ بزن! بیادر به خدا مرا میکشن. بچه مگه گپ نزنی اینم اینجا دفنت میکنم. به خدا قسم میخورم اینم اینجا. گپ بزن! دخترم صرف متوجه باشنی؟ میبخشی در چرت رفته بودم. میبینم که متوجه هستی دختر. در چرت رفتی تو را چی شده؟ چیز نیست؟ کدام چیز است؟ اصاب تا حال تو را کدام چیز شده اما چیز؟ عجیب است. بکنی میشنم حالا. مادر پیلوت به من پیشنهاد عروسی کرد. چی؟ چطور یعنی؟ راستش مادر با این انگشتر. باز تو چی گفتی دخترم؟ بله گفتم. بله گفتی؟ بدون که از پدرت پرسان کنی؟ بعدن پرسان میکنم مادر، پرسان میکنم. اما زود بگوی، قسم نمیشه، هر چی زودتر باید بگوی. اول تو برش بگو، درست است؟ نه دخترم مرا ای کالا داخل نساز، لطفا. من نمیخوایم در بینتان بیایم. تو یک وقت مناسب پیدا کو، در پیش رویش بشی، برش بگو پدر جان یعنی دی چی گپ است؟ ای پیشنهاد عروسی. تو میخوای چی کنی ها؟ یک نفر خریده، سرش با دروغ شایدی دادی. گوش کو بچه جان، اگه فکر میکنی که با این کارهای تلی رو نابود میکنی پس اشتباه کردی. او آدم را که خریدی اظهاراتش پس میگیره. فهمیدی که چی گفتم؟ خبر باشی.
نه که کوکساله تو کشتی چطور؟ من چرا او را بکشم؟ سفدا خانم است. او قدر دیوانه نیستم که پدر او را بکشم. قصد داشتی علی را بکشی، اما کوکسال مرد. علی پشتی کار اعلان نمیکنه. گوش که آقا کرد، اگه ای کار به ضد ما پیش بره، اگه ما در کدام دام بافتم، باز خودتم دم و دام بند میمونی. تو حال ما را تهدید میکنی؟ ما هیچ کس را تهدید نمیکنم، فقط برات هشدار میتم. اگه ما در داخل کدام آتش بافتم، باز تم دم و آتش میسوزی. گفته باشم هر کاری که از دستت میایه بکو، دستت خلاص. هنوز کدت کارم خلاص نشده علی. خانم ازلم، ما اویگار سارکایا هستم، شوهر سفدا. شماره ما از کجا پیدا کردین؟ این قسم کارا با ما مثل او خوردن است. این مهم است که چرا با شما زنگ زدیم. خانم ازلم، یک گپ بسیار مهم است که برایتان باید بگویم. بسیار مهم است اما در موبایل گفته نمیشه. اگه از نزدیک گپ بزنم خوب میشه. بسیار میبخشین، ما کتی انسانایی که نمیشناسم. حتما میخواین بفهمین که بچه تانه کی کشته. به خاطر که خودت امروی اویگار مشکلت حل کنی، من به پلیس نگفتم که کاملا کی خریده. کار خوبه کدی. نظر به ای که اویگار مرا گناهکار معرفی کرده، من کاملا دم اینجا استاد بودم. علی! مرمی از طرف راست جان کوکسال خورد. یعنی سر کوکسالو فیر کرده؟ از انسان پس توقعی هر چیز میره. البته اول باید پیگیری موضوع فیر کردن شویم. قسمی که از مرمی خوردن معلوم میشه، مرمی از طرف راست و کم بالا در جان کوکسال خورده، یعنی از اون طرف. علی! یعنی از اینجا موضع گرفته؟ و فیر کرده. هیچ سرنخیام نیست. حالا چی میکنی؟ چه قسم ثابت میکنی که کار او به شرف است؟ بدون پیدا کردن اون سلاح دیگه هیچ چانسی نداریم پیلوت. وقت رو گم کرده. چه قسم پیداش خود کردی؟ مادر. بله جانم. چرا برآمده؟ منتظر کاکالی می بودیم. خانم ازلم، خدا کنه که زیاد منتظر نمانده باشین. بچه قندل، میشه تو چند دقیقه در پارک ساتری کنی؟ بله. پس برو دیگه. ها، میشه که 2 گلاس قهوه بیاره؟ همیانو میارم بیاده. مناسب خوب شد که آزاد شدی.
زنده باشی خدا داد. من بیا زیره میفهمیدم که تو گناه نداری. یک انسان پدر کسی را که دوست داره خو نمیکشه، خصوصا تو هیچ وقت نمیکشی. خیر میبینی. ملا صاحب، در خانه کسی نیست. ازلم خواهرم رفت. کجا رفت؟ نمیفهمم. علی جان گرفته و رفت. سیسه زنده باشی. علی میشه برای چند دقیقه با هم گپ بزنیم؟ سیفدا خواهر، دروازه را بسته نکرد. اگر دروازه بسته نشه میشه یک امید است. علی از ای که پدرت قاتل بچه ما بود، از چی وقت میفهمیدی سیفدا؟ لطفاً بگو که این گپای دروغ است. چی میشه بگو که دروغ گفتی؟ کاش که دروغ می بود. او طفل را که کشتم بچه علی است. بالاخره او مرا پیدا میکنه. علی من از تو یک سوال پرسان کردم. ماشاءالله بچه‌تان بسیار دوست داشتنی است. بله آقای گار، میشه که برم بگوین بچه ما کی کشته؟ حالا میگم یک دقیقه. خدا کنه که از اتفاقات دیروز شما خبر شده باشین. منظورتان از اتفاقات؟ نه؟ چی شده بود؟ درباره که آقا علی در قتل کوکسال المز مشکوک است و تحت نظارت است، در باره خبر دارین؟ علی تحت نظارت است؟ آرام باشین. بیازو بیگناه برآمد و با احتمال زیاد حال وقت آزاد شده. و باز اصل موضوع و کل اتفاقات در رابطه با مرگ بچه تان است. خانم ازلم، برای دوازه میگم که خسار ما یعنی پدر سیفدا کوکسال المز بچه تان از بین برده. آقا علیان در وقت کشته شدن آقا کوکسال به خاطر گپ زدن درباره این موضوع رفته بود.
در این مدت از همین خاطر کوشش میکردم فرار کنم. سیفدا، با جای فرار کردن باید به من میگفتی. چرا نگفتی؟ انسانی تو یک گفه به کسی که دوستش دارد چی قسم گفتم میتونه؟ پدرم قاتل بچه تو بود، چطور اینو گفتم میتونستم علی؟ نتونستم ترسیدم از اینکه پدر من نکشی. ترسیدم که قاتل پدرم شدد از زندان نفتی علی. ترسیدم. یک دقیقه علی از این گپ خبر داره؟ دیروز خبر شد. دیروز؟ من میرم. خانم ازلم مقصدم این نبود که شما را جگرخون بسازم. فقط من حیث یک مادر حقتان بود که بفهمید. علی چوب نباش. یک چیزی بگو چیخ بزن قارچو. یک چیزی بگو اما چوب نباش. اگه تو چوب باشی یعنی که منصرف شدی. اگه تو منصرف شدی من زندگی نمیتونم. چوب نباش. یک چیزی بگو لطفا. اویگار گوش کن. اگه بازم میگی که زن اویگار هستی. اویگارم این گپم میفهمید اما تو نیست. و تو را تهدید کرد. از او خاطر که از او عروسی کردی اما تو نیست. بله. چطور این کار کرده تانستی سیفدا؟ بجایی که با ما بگویی تو چطور اجازه دادی که مورد دست او آدم بیشرف شوی؟ چرا نمیخوای درک کنی؟ چرا درکم نمی کنی؟ میگم از اینکه پدرم قاتل بچه‌ت بود ترسیدم. بله من شاید به خاطر تو قاتل نمی شدم اما تو با پد کردنی گپ از من قاتل احساسات و عشق ما شدی سیفدا. نگو این قسم نگو ولی از خودم. من از دوست داشتنت هیچ وقت منصرف نشدی. من هر چی که میشه شود اما من از دوست داشتنت منصرف نمیشم. این گپا را بیشتر از این باید میگفتی سیفدا. حق با تو است. ما با کدام روی آمده است تو تقاضای عشق دارم در صورتی که باید تاوانش به تو. اما تو نیست. اما ایره بفهم که من هیچ وقت زن اویگار نشدیم علی. هیچ وقت نی.
سیفدا معذرت میخوایم مرا ببخش علی، مرا ببخش، معذرت میخوایم علی. نه من معذرت میخوایم. تو را درک کرده نتونستم. او آدم لعنتی تو را ترسان اسیر گرفتت، من نتونستم مانیشم. سیفدا من معذرت میخوایم. تو هیچ گناهی نداری. تو فقط گناهی جزای پدرت کشیده رفتی. خانم ازلم، واضح میگم که پدر خانم ما کوکسال المز بچه‌تان از بین برده. یک باری پیوند استخوان به خیر خلاص شوه. بچه‌م به خواست خداوند صحتمند شوه. ازلم اینجا خواسته برش کل چیزا میگم. درباره رابطه ما برش میگم. اما با وجودی همه مشکلات حالی کارا نمیتونم. البته دیگه اویگارم هست. کارایی است که باید حسابش ازش بگیرم. چه قسمی کارا میکنی علی؟ با کمک تو ضرورت دارم. گفتی با کمک من؟ ازت میخوایم به بار آخر به خانه اویگار بری سیفدا. به خاطر تو هیچ کاری نیست که نتونم بکنم. اما به اون خانه رفته چی کنم علی؟ زیاد خوش شدم که استاد علی آزاد شد. وقتی شنیدم کسی را کشته باور نکردم. ما چی وقت آزادی به دست میارم؟ ای دیگه چی مانا؟ یعنی میگم که درباره رابطه ما چی وقت به پدرت میگی؟ چی وقت تو خانم خانه ما و مادر اولادای ما میشی؟ با مادرم گفتم شوکت پدرم گپ میزنه. الله صدقیت شو. او روز امروز است. او روز بزرگ امروز است. به او صورت قیمت چی کنم؟ من گل آماده میکنم، چاکلیت آماده میکنم. آرام. چه قسم آماده کنم؟ من خانه تون میام. این قسم یک دسته گل بسیار کلانه گرفته در خانه تون میام. درست است یک دفعه که پدرم گپ بزنه و اجازه بده باز بیا. اجازه میتم. حالا بیا که بریم. حالا من میرم گلا بگیرم و چاکلیت ها میگیرم. یاشار بیادر بیا که چای بخوریم. بیا آفتاب. یاشار بیادر
Yaşar Beder. شاه Yaşar Beder. قلبش استاد شده، قلبش نمیتپه. امبولانس بخواین، امبولانس بخواین. نیکی مرده، نباید بمره. او توبه کرده بود، نباید بمره. یاشار بیادر توبه کرده بودی. یاشار بیادر، یاشار بیادر بخی توبه کرده بودی، نباید تو بمری. بازم دوباره توبه کن. یک بار دیگه هم توبه کن، نمر لطفاً. ملاسب گفته که از توبه کنه گناهش بخشیده میشه. ملاسب خدا داد ملاسب این دوستم همیشه توبه خودم مشکنانه. برش گفتم مواد مخدر نفروش گناه داره. گفت توبه میکنم. الهش کردم رفت. باز دوباره دیدم که مواد مخدر میفروخت. باز برش گفتم مواد نفروش گناه داره. بازم توبه کرد. باز الهش کردم رفت. ملاسب بعدن خبر شدم که بازم مواد میفروشه. بازم توبه نکرده، اما گفتم نه، تو همیشه توبه تا مشکنانی. حالا دیگه تو یک مریض حساب میشی. باید ملاسب تو را ببینه. برش گفتم بعد از نماز جمعه به مسجد بیا، اما آمد. باز من خودم گرفتم براتون آوردمش. آمدم ملاسب. کار خوبه کدی خدا داد، اما از خیرت موی خانه شیدا کن. یاشا ما و تو با هم چی گفته بودیم؟ ملاسب والا بار دیگه ای کارو نمیکنم وعده بده. اما پیش از اون وعده کرده بودی اگه بگوی بار دیگه ای کارو نمیکنم حوزه تو را ایلا میکنه. برو فرض میکنیم که بار اول تو را ایلا کردن، اگه بازم گیرت کنن بیا زودم و دفعه اولم الایم نمیکنن ملاسب. اینه به زبان خودم میگی. یک بار توبه کنی و بار دیگه بشکنانی این قسم خانه میشه. خداوند مهربان میگه اگه یک بار توبه کردی بار دیگه او کارا نکن. هر گناه وقتی تکرار شوه باز بزرگ میشه. گناه تو بیاز و بسیار بزرگ است. نیکه تو از خداوند نمیترسی؟ میترسم ملاسب، امکان داره که نترسم ملاسب. بار دیگه نمیشه والله. بیبی برات وعده میدم. درست از خدا داد. به نظر من یاشار گپ ما را فهمید. ایلش کو که بره، اما اگه بار دیگه ای کار کنه باز دیگه پیش من بیاره شوزه ببرش. خداوند از شما راضی باشه ملاسب. بسیار زیاد تشکر. رفت. ملاسب گفته بود کسی که توبه میکنه باز او زندگی را دوباره شروع میکنه. نمر یاشار بیادر، نمر یاشار بیادر، زنده باش. تو مواد استفاده کردی ها؟ تو خود توبه کرده بودی؟ نه که توبه نکردی، توبه تا شکستندی. توبه کردی. او خدا داد. خداوند تو را به مرمون کرد. زنده باشه. سعیس تو خودت خسته نساز. حالا امبولانس میرسه، درست است؟ حالا اون میرسه. سعیس اوزلم تو کجا بودی؟ وقت زنگام میزنم جواب نمیدی. علی جان کجاست؟ علی جان در خانه مادرم است. به خاطر چی؟ او خانه میخواست کنجا بره، از اونجا میترسید؟ بله میترسید علی، به خاطر که فکر میکرد اگه اینجا باشه باز تو او را از آدمای بد نجات میدی. اما کسی را که بچیم قهرمان فکر میکرد که علیش رفته با قاتل بیادرش غم شریکی میکنه. علی تو هیچ از این کارایت پشیمون نیستی و منصرفم نمیشی؟ بیبی اوزلم این موضوعی قسم صبر کو هنوز خلاص نشده. با او قهرمانیانه کاکا علیش بچه‌ایش یک ذره ارزش نداشت. بد نیست که رفتی سر دختر قاتل بچت عاشق شدی علی. هایم کفایت نکرد. ای بس نبود که رفتی امرایی و عروسی هم کردی. این کارایت به خاطر محافظت از او بود؟ به خاطر که او دختر را از زندگی حفظ کنی طرف چشماین دیده برم دروغ گفتی. میخواستم برات بگویم مظلم، منتظر خوب شدن علی جان بودم. هوش کنی نقشه یک پدر خوبه پیش ما بازی نکنی. فراموش نکنی که یک بچه دگام داشتی و تو ده حق و بزرگترین خیانت کردی علی. برات گفته بودم که اگه از من چیز را پت میکنی باز میفهمی که کتی چی میکنی. سبا بعد از عملیات علی جان از زندگی ما خارج میشی. بار دیگه هیچ وقت تو را نمیبینی. نه حزلم نه، این کارا نمیتونی. بچه ما بار دیگه از من دور ساختن نمیتونی. این کارا من نکردی، این کارا تو کردی.
کاملا وقتش از بگو دیگه. حالا دختر مادر من گفتم نمیتونم. پدر بله جانم. میوه میخورین؟ نه جانم حالا نمیخورم. چی کنم مادر؟ گپ تیر نکو دختر، حالا بگو. پدر بله دخترم. چای میخورین؟ اول تو چیزی که میخوایی بگویی بگو، بعد از او باز چای میخوریم. میبینم که از شام کوشش میکنی که میخوایی چیزی بگویی. بگو. راستش چی؟ پیلوت به دختر ما پیشنهاد ازدواج کرد علیخان جان. حالا دیگه دویگو یه خبر خوشو برم بگو. نمیفهمم آقا علیخان چی گفته باشه. بچه نه که برش گفته نتونسته تا حاله. تو برش چی جواب دادی؟ چی گفتی؟ بله گفتم. یعنی که بله گفتی؟ بدونی که از ما پرسان کنی، بدونی که لازم ببینی که پدرت مشوره کنی، بله گفتی؟ نخیر علیخان جان، دختر ما دوستش داره، باید به او بچه میگفت ولی از خدا. ما کت دخترم گپ میزنم، لطفا دخالت نکو. پیلوت حال کجاست؟ پدر کجاست؟ در پایین پیش دروازه منتظر است. نترس. پیلوت شب خیر آقا علیخان. تو از دخترم خواستگاری کردی؟ چی؟ ما بله، البته اگه شما کدام مشکل نداشته باشین باز. دارم محترم. مشکل دارم. بچیم دخترم قسم خواستگاری میشه، نه که تو در کدام کوته سرای کلان شدی، ولی از خدا با ادب و احترام بزرگایت امرایت گرفته بیا و دختر خواستگاری کو. فقط قسمی که وعده داده بودی این کارای اصلا ریلا کرده باشی، از این بازی مافیایی منصرف شده باشی، در صورت یک وقت مناسب بزرگایت گرفته با خواستگاری دخترم بیا. الله صدقه جان. سیچه نکو. ببخشین ما یک دفعه احساساتی شدم از خاطر. در اون صورت خیلی من چی کنم؟ من چی کنم؟ با نظر ما حال برو. پس میرم. در اون صورت خیلی من میرم، حالا البته که باید برم. خب من چی وقت باید پس بیام امروی خانواده؟ گفتم خود در یک وقت مناسب بزرگای تا گرفته بیا. البته
اما قسم میکنم بیازو لازم است که باید اما قسم یک چیز شود. درست است، من خیال میرم دیگه. با شما هم شب خوش میخوایم. خوش شدم. مرام دستکتا. درست است، آرام باش. شب خیر. بچه برنده شدی. کل چیز بسیار خوب است. پس میایم. اون میایه، اما تو نیز دخترم به خاطر جنگ کردن خو میایم مادر. علی اگه بچه خدا بار دیگه نبینم او را دنس فراد تنها نمیمونه. خدایا 1000 بار شکرت. علی جان، کاکا علی، برام بگو چطور هستی؟ میترسم. دست من محکم میگیری؟ تو با خدایا، تو خود گفته بودی وقت دستت گرفتم هیچ به دردم نخورد. جان تو هنوزم درد میکرد و تو به او خاطر که ما کار کرده بودی. خیره دیگه، حالا خب میخوایم دست مرا محکم بگیری. البته که میگیرم. اما به تو یک چیز بگویم، هیچ ضرور نیست که بترسی، به خاطر که تو را هیچ چیز نمیشه علی جان. کاکا علی، حالا که من میترسم باز مثل شما قهرمان شده نمیتونم. به تو یک راز بگویم علی جان، در اصل هر کس قهرمان یگان کس دیگه است. من هستم؟ بله، تو هم میفهمی که قهرمان کی هستی؟ از مادرت. همین قسم است؟ البته و قهرمان ما هستی. اما من قهرمان تو چطور شده میتونم؟ به خاطر که قهرمان کسی شوی لازم نیست که حتما با بدیا مبارزه کده خوبیا را نجات بدی. قهرمانای واقعی میفهمی که کیا هستن؟ در لحظه که هیچ چیز نداری، در لحظه که هیچ امید نداری، کسایی که دست خود به تو دراز کرده و به تو سرپناه میشن و کسی که او دست هیچ وقت اعلان نمیکنه. تو این قسم دست مرا محکم میگیرینی و مرا قهرمانتون میگی. در صورت تو هم قهرمان ما هستی. با خاطر علی جان هوش کنی هیچ وقت منصرف نشی، ولو هر چیزی که میشه شود. هر قدرم که میترسی بترس، هیچ وقت منصرف نشی. حالا قهرمان شناختی؟ بله، خوب دیگه آماده هستین؟ آماده هستیم.
دکتر صاحب بچیم چطور است؟ کل چیز بدون مشکل گذشت. بعد از این به امر خدا وقت خوب شدنش هست انشالله. خدایا هزار بار شکر. خداوندا هزار بار شکر. علی جان تا چند دقیقه دیگه بیرون میکنه. شفا باشه. دکتر صاحب از شما بسیار زیاد تشکر. بچه علی سفدا درست است. دست بکار شو. کاش که یگان چیز میخوردین و مینوشیدین. چند روز شده که هیچ چیز نخوردین. اسلحه‌ای را که پدرم مکت زده بودن پیدا کردن. اما من کوکسالانه میخواستم علی را بزنم سفدا. کوکسال یک دفعه خود در پیش روی علی انداخت. آه کوکسال، آه کوکسال. چه قسم؟ های سعی سما چرا؟ کی برات گفت؟ پیش پلیس رفته بودم. پرسان کردم که کدام پیشرفته شده یا نی. خب قاتل کی است؟ نمیفهمم. از اثر انگشتی که سر اسلحه است حتما پیدا میکنن که اون نفر کی است. حالا من یک جلسه دارم. وقتی که اونجا رفتم باز پیش پلیس ها میرم. قاتل حتما پیدا میکنم. چطور امکان داره؟ چطور امکان داره؟ اویگار تا کجا میری؟ من تنها میرم سارب. چطور امکان داره؟ چطور تفنگچه را پیدا کردن؟ اینا ای خدا اینجاست. پیداش نکردن.
با آخر راه رسیدی اویگار. تو کت سفدا ای کار یک جای پلان کرده بودین نه؟ کت ما بازی کردین احمق. سفدا؟ چی میکنی دخترم؟ آماده شوین مادر، ما میریم. به خاطر چی؟ در خانه قاتل شوهرتون خونه میخواین زندگی کنین، هموتون نیست؟ او را ما نکشتیم. کارت دیگه خلاص شد اویگار. صبر کن. کارایی را که کردی فکر کردی که پت میمونه سگ بیشرف. تو را زنده دفن میکنم. صبر کن. گفتم صبر کن. صبر کن. ما او را نکشتیم. صبر کن. هرچی که میخوایی میکنم. کاکایم یک راز درباره تو گفته بود. با او زار دادن. پیش از گفتن مرد. ما میفهمم که راز او چی است. اگر تو مرا نکشی باز برات میگم که بیادرت کیست. علی